درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیک قرار دارید. در پیش ما رو خیلی محاربه های جالبی MMA انتظارند. 29 نوامبر آخری ماه در لیگ نایزا یک ورزشکار تاجیک بیژن خوجالیف با رکورد 3-0 برای کمربندی لیگ نایزا بر ضد ورزشکار قزاق بکجان ابوالقاسم با رکورد 5-0 می جنگد. دوستان، بیژن خوجالیف رو در این مسابقه دستگیری میکنیم. دعا میکنیم که او در 29 نوامبر صاحب کمربند لیگ نایزا شود. این یک فخر است که بچه‌های تاجیک حاضر در بسیاری لیگ‌ها برای کمربند می‌جنگند. این نشان می‌دهد که ورزشکاران تاجیک خیلی به سطح بالا رفتند و تجربه‌هاشون خیلی خوب شده است. دوستان، بیژن خوجالیف رو دستگیری کنید و دعا کنید که او قهرمان لیگ نایزا شود 29 نوامبر. و شروع می‌کنیم از محاربه‌ای که فردا شروع می‌شود. بوکس دولت بولتاєв بر ضد دیلان پراسوویچ 6 نوامبر در سمارا برای کمربندی لیگ IBA پرو رقابت میکند. این بوکسی جهانی میشود و دوستان دولت بولتاєв رو دستگیری کنید، دعا کنید که او فردا قهرمانی لیگ WBA آسیا شود. دولت بولتاєv در المپیادای فرانسه با فکرم صاحب مدال شده بود و او قهرمانی آسیا هم هست. دوستان دولت بولتاєv رو دستگیری کنید و در کامنتاری ها با او بودباری ها آرزو نمایید. و هفتم نوامبر پس فردا قلندر تباروف، این یک ورزشکار جوانی تاجیک است که با رکورد 3-0 و با فکر من که همه همون محاربه‌هاش با تاریخ ناکاوت به انجام رسانده است. او 7 نوامبر پس فردا با نیکولای گالچکین از فدراسیون روسیه با رکورد 8-1 می جنگد. دوستان قلندر تباروف رو دستگیری کنید. او ورزشکار جوانی تاجیک است و ما امیدوار هستیم که او در روز هفتم در لیگ ACA بر نیکولای گالچکین دست بالا می شود. و 7 نوامبر باز در ACA آیت الله مومینوف. دوستان آیت الله مومینوف بر ضد ایرگیت اوونچی، شاید این از تیوا باشد، نمیدونم، شاید از چون که در روسیه زندگی میکنه، در روسیه تولد شده است و 10 محاربه گذراندگی است و یگان بار باختگی نیست. سن سالش هم 35 ساله هست. دوستان آیت الله مومینوف بر ضد ایرگیت اوونچی شکست ناپذیر. دوستان فکر شما چی است؟ آیت الله مومینوف دست بالا می شود بر ضد ایرگیت اوونچی شکست ناپذیر؟ او همه محاربه هاش رو برده است و زیادی آنها رو در پرتر با قرار داوران دست بالا شده است. ضربه های قوی ندارد، اونم دوست می‌دارد که در پرتر گشتین گیرد و بر ضد رقیبانش دست بالا شود. دوستان فکر خودتان رو نویسید. آیت الله مومینوف ایرگیت اوونچی در لیگ ACA 7 نوامبر پس فردا آیت الله مومینوف و قلندر تباروف پس فردا در لیگ ACA محاربه میکنند و فردا دولت بولتاєv و 29 نوامبر بیژن خوجالیف برای کمربندی لیگ نایزا. دوستان همه ورزشکاران تاجیک رو در کامنتاریا دعا کنید که آنها دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. این کانال مشتی تاجیکی است و ما همیشه برای ورزشکاران فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان خبرهای خوش رو به شما میرسونیم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.